تماشاچیل خوشویست لسالیل پاش شورش کماری اسلامی ایران میلیونان ایرانی لگش ملتیل ایران سر هەڵگردن و ایران وجی هیشتن یا لترس زندانی کردن و کشتن و سێدارە لێدان یا لەوەرە بار ئابووری و زندگی خاسر. ستوانی یەکەم کاک فەرەیبۆرز کەرەمیزان یەکێک لە ئەفسەرەی لە پیشین زانیاری ئاسایش پۆلیس و تارانە کەوەی تازەگیە ئیران وەجیهشتیە. کاک فەرەیبۆرز لە کوردەی لەک داڵکبووی و پەروەردەیە کرماشانە. کاک فەرەیبۆرز لە سەرەتا فەرەخۆشاتن ئەڕای بەڕامەکانە بەشە کوردی خواهشکەم ئەگەر توێنن و تەماشاچیلمان بیشن لەوەرچە لە ئیران سەر هەڵگردن و ئیران وەجیهشتن. سلام عرض کنم خدمت و تماشاچیل عزیزتان. عرضم حضورتان تشکر کنم و دعوتتان رای گفتگو و دنگ کردی آمریکا. بنده برای خاطر یک دستور سرکوبی مردم و قیام مردمی و دستور سرکوبی و دستگیری اون کسایی که اونو قیام به حق مردم شرکت داشتن اجرا نکردم یانم کفت خطر این مجبور بیم و ایران بچم داشت. آیا لژیر پیگیری کارودسته دادگاه ایران بین؟ بله بنده تحت تعقیب قضایی قرار گرفتم و محاکم قضایی نظامیش کرده افراد عادی متفاوت، یعنی فرق داره و احکامی که صادر و رای نظامی فوق العاده شدیدتر و خطرناکتر و افراد عادیه. لور چه لژیر پیگیری کارودسته دادگاه ایران بین؟ برای خاطر یک دستور سرکوبی که دان اجرایی نکردم لغو دستور کردم به قول اراقات نظامی و یه محکمه قضایی رامت تواسن تشکیل بیان و منیش دیگانم کفته خطر مجبور بیم بچیم دی. بله. آیا هر وجور لژیر پیگیری هزگان آسایش یا نیروی امنیتی رژیم ایران بیده؟ بله بنده با داخل ایران تحت پیگرد سازمان حفاظت اطلاعات ناجابیم و الانش که حامدیش پرسنل وزارت اطلاعات و حتی سازمان اطلاعات سپاه هانشون من و خانوادم. بس آیا لور چه آیا دستور و فرمانده بالاگان پیاده نکردیده و سرپیچی ل پیاده کردن و اجرا کردن کردیده؟ بله. بنده را خاطر یکی قیام مردم قیام به حق دیگه مردم خواسته و این چیزی که با دولت دعوا کنن یک چیزی کاملا به حقه. یعنی من نتونستم نوایان بوسم برای خاطر یک اون خواسته ایران کاملا به حق و خیلیش مسالمت آمیزی خواسته ابراز کردیان و کسایی که اقدام کردیان این قیام مردمی این اعتراضات و اختشاش بکشنن شک نکن خود دست پروردی رژیم ارای کاهل آموزش دینه که این اعتراضات و نحوی و خشونت بکشن که باعث بود که دستیان ارای مثلا سرکوبیان باز بود ولی خب نتونستم نوع کسایی که اعتراض به حق داشتن بوسم. کاک فەرەیبۆرز شیوەی کۆنتڕۆڵ کردن و هەڵس و کەفت وە لە ئەوانەی بیزاری دەربڕینە و ڕاپەیمانیەکان و هەڵس و کەفت مردم یا قیامە مردم ئیران و تایبەت لە تاران و چ جوری بیا و کار چ نەهاد و ئۆرگانیگە کە لەسەرشان ئەوانە؟ عرضم با خدمتت اولا و هر طریقی که اجتماعی صورت بگیری و قول یانه خودشون اختشاش ولی هیچ اختشاشی نیست. یعنی مردم ایران حق هیچ گونه تجمعی را خواسته لیان نیرن و محضی که یه تجمع صورت بگیری و نو شهری لالا شهر بیچک عرض کنم تا برسیم تهران ان شاء الله و نو شهر بیچک شورای تامین شهرستان برقرار بود. شورای تامین شهرستان شامل فرماندار، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادستان است و سپاه. یعنی یه جلسه هیدن که نحوه برخورد که معمولا قهرآمیز، یعنی هر موقع شورای تأمین تشکیل بود شک نکن پیشتر یه برخورد قهرآمیز و با قوه قهریه استفاده کن. حالا ونو تهرانی شورای تأمین تشکیل بود ولی امنیت تهران ها دست قرارگاه سارالله سپاه، یعنی احکامی که ونو قرارگاه سارالله سپاه که اور اطلاعات، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، بعد دادستانی، حتی خود فرماندار تهرانی زیر مجموعه قرارگاه سارالله قرار گیری. هر حکمی صادر بکن بانتر و گشت احکام شورای تامینه به نحوی قرارگاه سارالله امنیت تهران حادثی که حتی تمام پروازهای تهران حتی یه هلیشات خبرنگاریش حق پرواز بدون مجوز قرارگاه سارالله نری ارتشش زیر مجموعه این قرارگاه و نو تهران. بعد ایوه ورجتاران لکرماشان خدمت کردن چه بی کرماشان وجیهشتن؟ عرض خدمتتان کرماشانیش خب مردم میشه اختشاشات اعتراضات دی 96 مردم کرمانشاه خیلی حضور پررنگی داشتن
خیلی حضور به قول معروف حضور جانانه بی منتها خب مورد سرکوب قرار گرفتن، مورد سرکوب عوامل انتظامی، عوامل سپاه، عوامل بسیج بی که هنوز باعث به یک ترس آنوگیان مردم کرمانشاه که اعتراضات جدید نتونستن خوب بیان نشان بیان و کاری انجام بیان. ارام مردم بوخشا ارام مردم هەڵسانە سەر پا و ڕژیانە سە خێبانەکان و داد و فریادیانە. مردم با خدمتان 40 سال مردم ایران هان زیر ظلم، 40 سال هان زیر رژیم، زیر سلطه رژیم دیکتاتوری، یک رژیمی که و اسم دین آتیه سبان ولی گشت کاریلی خلاف شرع و خلاف حتی انسانیته. این 40 ساله ایمه جز بدبختی، جز جنگ، جز خونریزی، جز یک وگر گشت مردم دنیا بیمنسه حالا کردی خواه باشه بیمنسه دمقصه هیچ راما نیشتیه. الان این 40 سال تماشا از اقتصادی مردم ایران بکن روز به روز گنترو بو، روز به روز چشترو بو. این حکومتش روز به روز کاری که را پیشبرد اهداف تروریستی خوی، جنگ و سوریه، جنگ و یمن، جنگ و هر جای تر بو، حزب الله و فلان بو، هر کاری که این دیکتاتوری گسترده بکه یا باعث بیه که فقر مطلقی و ایران وجود باید که مردم نتونن مایحتاج زندگی خودن تهیه بکن. الان که تماشا بکن قطعی آب و قطعی برق حتی هیچ چیزی نیست. الان مردم میشتی هرسیان سپاه و یلایش آقازاده رژیم هرچه سرمایه بیه و ایران دارن خارج کن. عملا مردم ایران خودن هیچی نیرن. کاکا فریبرز تا او جیت بزانیدن کسیلی وقت ایران وجهی اشتنا؟ بله قبل منش اشتنا بعد منش ترین جیهیدن حتی تازگی چند روز پیش یک لبه افسایی تر ناجاب بعد ارزم حضورتان که اصلا نارضایتیش نه خود پرسنل اصلا بیداد که نه خود پرسنل نیوزامی بلکه گشت پرسنل نیروهای مسلح حتی خود سپاهیش چون واقعا ظلمی که یانه دارن انجام دادن شامل گشت مردم ایران بود تنها مثلا شامل اخشار عادی نیه حتی نظامی حتی خود پرسنل سپاهیش ناراضی و یانه منتها ترس نهادی امنیتی و ترس سازمانی حفاظت اطلاعات و ترس وزارت اطلاعات کمی شاید مثلا نتونین ابراز بکن ولی مردم بزنن اگر واقعا حلس نپا اگر یه طوری بود که حلس نپا نه که دمی واره بان شو بچینه مار جور مصر بود جور جای تر بود یه چند روز حضور کامل و خیابان داشته نیروهای مسلح آن پشت مردم. کاکا فریبرز ایوه چه پیامی گرای شورشگیرگان و مردمی لدجبر رژیم چه لناو لدرو ایران دیرن؟ ما به عنوان یه فرد انقلابی، یه فردی که معترض به رژیم و مردم خواهش کم که ارا خواسته خودان هرسن یعنی چوری کسی تر نون چوری دولت خارجی چوری کسی و خارج بای چوری فرشته نون فرشته خود مردم ایرانن باید هرسن و هماهنگ بود نه یه روز ای شهر بود روزی تر شهری تر بود پیش بگه یک هماهنگ هرسن پا بعد و اعتصاب به عنوان یک اعتراض مدنی که حق هیچ نوع دخالت به نیروی نظامیش نیه که با دخالت بکن سرکوبیان بکن اعتصاب بکن این رژیم یواش یواشش خود دانسته که باید بشی ولی کاری بکن که زودتر بشی. ایوه که ستوانی یکمن آیا هیچ زانیاری یا اطلاعی دیرن که کسیلیک آزار و اشکنجه لناو زندان لدیش دریاوی؟ موضوع این رژیم که دیگه بنابر گزارشاتی که خود سازمان حقوق بشر دانه بنابر چشتیلی که حتی فیلمی که پخش بیه من الان داشتیم شبکه مجازی دوباره رصد کردیم یه کلیپ خاطی دیش داشتن یه بنده خدای شکنجه کردیم اونو ایستگاه پلیس هر موضوع یعنی این رژیم هیچی بعید نیه قطعا شک نکن کسایی که با زندان هاتن خودنش بتن شهادت دانه که شکنجه و چشم اون رژیم ایران هست یه چیزی که الان قابل کتمانش نیه حتی سازمان نهاد حقوق بشر خود کسایی زندانی خود نیروی امنیتی و چیز اذعان دارن. بله کاکا فریبرز چه پیامی برای هاوکاری لپیشین نوری پلیس و هزگان آسایش و امنیتی یا انتظامی دیرن؟ اصلا من خدمتم یه خواهشی که با همکاری دارم من نیوشم همکاری سابق من هنوز خواهمش پلیس ایران زانه منتها پلیس مردمی ایران نه پلیس رژیم ایران. پلیس یک شغل کاملا مقدسیه منتها مشروعیتی باید با دست مردم بود نه با دست رژیم. یه خواهشی ولیان دارم تا دیر یا زودتر و جمع مردم بپیوندن کمک بکن که این رژیم زودتر به ایران بچی که کشور یک بتونیم یه زندگی خوب و خوش و راحت و یک داشتیم. بعد یه خواهش تریش ولیان دارم این مردم نه اختلاس کردن نه دزدی کردن نه رانت استفاده کردن نه و لابی استفاده کردن و جای برسن فقط آتن دعوا چشتیل
حقیان کن آقا، حق مسکن، حق اشتغال که شامل حال خانواده او پلیس او ماموریت و حتی نیروی امنیتیش بود. که خواهش میکنم خودم و مردم بزنن زودتر تا دیر نیه با جمع مردم ملحق. ستوان یکم کاغ فریبرز کرمیزن یکی لافسری لپیشین زانیاری آسایش و پلیس تهران فرز پاس رای ای وقت ده رای مترخان کردید. پاینده بید. ممنون، خواهش میکنم. خدا نگهدار.